فانترین لحظات فوتبال پارت 2. اینجا میاد یه تنه میزنه، چه مشکلی پیش اومده، نمیتونه اوتو بندازه و هرزی میشه، میاد به بازیکن حریف یه تنه میزنه. اینجا رافینیا میخوره به کلش، میره اونور. این بعدیه یا سانت میکنه، میخوره به کلش، به پشت کلش. اینجا شوتو میزنه، او میره صاف میخوره به یه آدم. اینجا چی شد؟ میزنه. حالا کجا رو زد؟ زن دروازه کجا، اون کجا؟ حالا اینجا یه کار عجیب میکنه بازیکن منچستر سیتی، یه کار خیلی عجیب کرد. پپ گواردیولا عصبانی شد. اینجا بالر میگیره، بازیکنه توپو میزنه بیرون، دروازه خالی. حالا اینجا میزنه، چی شد؟ چه سیوایی کرد گلر. اینجا دروازه خود دفاع کردش بازیکن تیم حریف. اینجا دروازه خالی، نمیتونه بزنه تو گل، میزنه به یار هم تیمیش. خیلی عجیب. حالا اینجا گل میده، میره یه پشتک هم میزنه، گلگهی های پیش زمین.